این عکس آقا نوید دکترا جوابش کرده بودن، پدرش تعریف کنه بگیم چی شد، چی بود داستان؟ مریضی کبدی داشت، کبدش میچرخه بزرگ بود. تو کاشان بسترش شدیم، چند وقت تو بیمارستان کاشان بود، همه دکترا جوابش کردن. آوردیمش تهران همه دکترا جوابش کردن. یه ماه تو بیمارستان مفید بود تو تهران. دیگه همه دکترا ناامیدمون کرده بودن. به خانمم گفتم برو امام رضا. سلامتی شد امام رضا. اومد امروز بعد از ظهر با هواپیما اومد مشهد پیش امام رضا. فردا دوباره برگشت. شب دکترا صبح می‌خواستن آب از تو معده‌ش رو بکشن بیرون، از تو چیزش رو بسونن. دکترا بهمون صبح گفتن که اصلا این بچه دیشب نیست. گفتیم چطور؟ گفت اصلا بچه اصلا زمین تا آسمون از دیشبش تا الان خیلی فرق کرده. میخوام بگم که نظر کرده امام رضا تموم میشه غمام آقا، میخونم تا سلام آقا، سلام آقا، سلام ای درد مادر ما، سلام آقا، سلام ای درد مادر ما.